به نام خداوند مهربان، بینندگان گرامی و هموطنان عزیز، به برنامه خودتان بازشگب خوش آمدید. این برنامه است که از روزگار ملت تاجیک چی در وطن چی در خارج حکایت میکند. حالا همراه من برادر باباجان قیومزاد هستند که انشاءالله مرور به حوادث و روزگار ملت تاجیک در داخل و بیرون از آن صحبت میکنیم. دادستان کلاب گفته است که اون معاش زنان کوچرو پرداخته شده است، یعنی همش نه ولی قسما حدودی پیشتر در رادیو آزادی گزارش ارائه آماده کرده بود که یعنی ایده از کوچروب‌های زنهای کوچروبی کلاب اعتراض کردند که حدودا 5 ماه معاش خود را باز نگرفتند تو یعنی و دادستان کلاب امروز گفته است که بعد این ما مسئله رو مطرح کردیم و اون سازمان یا که اون نهادی که مسئولیت پرداخت معاش اون کوچروب ها بود قسما پرداخته است و این مشکل قسما حل خود را یافته است. این هم دلالت میکند که چقدر رسانه ها تأثیر دارند و خودی شهروندان هم وقتی که شما 5 ماه معاش نمیگیرید، این حق شما است که طلب کنید. حتی ما در کشوری ترکیه و در اروپا و اینها هم میدونیم که اگر مثلا از 5 روز بیشتر معاش پرداخت نشود حق بدادگاه شکایت کردن رو دارید. یعنی این حق است، ولی متاسفانه در ما چی هست، یک نوعی هست که 5 ماه از یعنی اون بیچاره‌ای که کوچه میرود، اون معاش ناچیزی که دارد، وقتی اون را 5 ماه شما نمیدهید چی حالی خواهد داشت؟ ببینید شما یک مسئله دیگر هم هست که واقعا منطقه کلوب از یک منطقه‌ای هست که در این مدت خیلی محروم بوده است. بله. منطقه است که در اونجا تقریبا هیچ کارخانه‌ای فعال نیست. بله. واقعا این بعد همین حکم بعد استقلالیت هم بعد اینم این هیچ چیز در زمان شوروی معلوم بود، ولی در زمان شوروی هم بود، ولی حاضر هم شما یک بار بیایید مثلا واقعا شاید بعضی ها فکر کنند که ما نمیدونم می‌خواهیم یک چون من از زاده کلوب هستم و در اونجا بزرگ شدم و میدونم وضعیت مردم کلوب و اونجا پدر و مادرم زندگی میکنن و واقعا یک چیزای مشکلاتی هست که نمیدونم اینا واقعا باید مسئولین به این چیزا رسیدگی کنن. چون شما ببینید در کلوب هیچ کارخانه تقریبا یگون کارخانه و فابریکه و زواد و هیچ چیز فعال نیست. بعد از استقلالیت گفتن مثلا شاید این حکومت جدید یک کارهای برای کلوب میکنه، ولی واقعا برای کلوب هیچ کاری نکردن. کلوب تا هنوز همون خیلی مونده است، همون شهری از محروم است، از بسیاری امکانات محروم مونده است. همون خیلی شما تصور کنید در یک شهر کلوب در یک شب حدودی 20 چند در خبرها آمده بود که فقط فروشنده های مواد مخدر را بازداشت کردن. خوب ولی متاسفانه باز من میگم ما در کوچه نورالله و وحیدالله میدونم از اون زمان میدونستیم که حتی مردمی همون کوچه خودشون حاضر بودن که برای من در هر جا شکایت کنن از پشت اونا که در کوچه نورالله و وحیدالله در 2 خانه مواد مخدر میفروشن. پلیس میدوند ولی با اونها کاری ندارد. این چیزها واقعیت‌های کلوب است. یعنی اینم سبب معتاد شدن برخی شده است. خیلی از زیاد. من حتی وقتی که حساب می‌کردم با یکی از دوستان در همون کوچه نورالله و وحیدالله حساب کردیم حدودی 20 چند نفر فقط از خوانندگان مکتب میانه معتاد بودن. این مصیبت هست واقعا. بله واقعا این هست. مسئولین شاید تصور کنن که این یک دروغ است. میتونن خبرنگاران یک تحقیقات بگذارونن در کوچه نورالله و وحیدالله، بروید ببینید در اونجا سوال کنید، پیدا میکنید خانه اون مواد مخدر فروش رو. از هر کسی بپرسن در همون کوچه با اونها خواهند گفت که در کجا مواد مخدر میفروشن و مردم اونجا هم از دست اونها به داد آمدن. ولی چرا هیچ کس به داد مردم کلوب نمیرسد؟ این به نظر میرسد کسی عمدن میخواهد که مردم کلوب رو معتاد کند و این واقعا خطرناک است برای ملت کلوب. این مردم کلوب این چیزی نیست که این ما نادیده بگیریم. واقعا وقتی که ما میبینیم خواننده های مکتب امروز معتاد شدن، این برای فردای ملت ما یک مصیبتی کلانی خواهد بود و اینا نباید نادیده بگیرن مسئولین. من خواهش میکنم اگر خبرگزاری آزادگان بگذار خبرنگاران آزادی باشد، آزادگان باشد، یک تحقیقات ژورنالیستی انجام دهند و ما این را شاهد باشیم خواهیم بود که
چی مصیبتی هست در اونجا؟ واقعا هم بسیار چیزهای حقیقت‌های تلخی هست در کشور که مردم هم نمیدوند، جهانیان هم نمیدونند که مثل که شما گفتید. یکی از چیزهای دیگر هم این هم هست که مورد بحث است که چرا اما کوچروب‌ها زن باشد. یکی از دوستان خارجی من میگفت که شما تاجیک ها همه مشکلات کارهای مشکل گذاشتید بر زن ها. یعنی اون حیران شده است که میگه که شما نخوا بزن، ولی واقعیت این هم هست که ما زنهای تاجیک چرا تنها زنهای تاجیک باشن چه کوچروب؟ یعنی زن جوش کوچروبی است. ببین مردهای تاجیک در روسیه کوچروب شدن، زنها من در تاجیکستان. بله متاسفم. این مصیبت است. بله. خبر دیگری هست که مسی برای بار پنجم توپ طلایی را از آن خود کرده است. بله. یعنی مسی آنهایی که طرفدار و مادرید بودند حالا الان دیگر ناراحتند که زیرا کریستیانو رونالدو یکی از نامزد بود ولی موفق نشد، ولی مسی به نظرم اگر این خبر رو فرزند منم بفهمد خرسند میشود، زیرا من طرفدار ریال مادرید هستم، اون باشد طرفدار بارسلونا. ولی در ما برعکس است. الان پسری من خیلی ناراحت است چون اون طرفدار ریال مادرید است و با اومدن زیدان در ریال مادرید این بازی اولش که با خوب شروع کرده است، بسیار با خوشحالی و با چیز میگفت که انا ریال شروع کرد بازی را. ولی به هر حال برادرانی که طرفداری بارسلونا هستند، مسی هستند، تبریک میگوییم و خود مسی هم تبریک میگوییم و برایشون موفقیت آرزومندیم و باید اونهایی که طرفداری کریستیانو رونالدو هستند و ریال مادرید هستند یعنی احتمال دارد که در آینده اون هم پیروز شود تا اینکه اونها هم خرسند شوند. فصل جدیدی با زیدان شاید ریال شروع میکنه. بله، زین الدین زیدان هم یکی از مربیان ریال شده است که احتمال دارد که آینده درخشانی را یعنی داشته باشد. پاکستان خبر دیگر این است که وزیر ذخایر آب و انرژتیک پاکستان خواجه محمد آصف به تاجیکستان اومد، صحبت‌های با مقامات ارشدی کشور از جمله امام رحمان انجام داد و حدود $1 میلیون به تاجیکستان کمک کرد برای آن ضرر دیدگان زلزله در بدخشان کمک کردند و واقعا کار خوبی هم کردند و الحمدلله تاجیکستان هم که ما ملتی بسیار سخاوتمند هستیم در اون طوفان ها و اون مشکلات اون بحران هایی که پاکستان رو برو بود اونها هم تاجیکستان هم کمک کرد و باید ما واقعا هم در روزهای سخت با کشورهای دوست برادران دوست باشیم تا اینکه اونها هم در روزهای سخت با ما باشند. مردی نبود فتاده رو پای زدن، گر دستی فتاده بگیری مردی. خبر دیگری که هست خواهر ظرفای رحمانی هست که گزارش ها حاکی از این است که وی ظرفا رحمانی از واقعا از سلامتیش مشکل اذیت میکشد و خصوصا بیماری قلبی بیماری یعنی واقعا خطرزا است، خطرناک است و من خودی خانم ظرفا که چند پیش از اینکه بازداشت شود به ترکیه و در استانبول بود صحبت میکرد که چی طور وقتی که هواپیما به آسمان رفت چی طور مشکل دید، یعنی وقتی که هوا کمتر میشود و بسیار میخواست من را میگفت که هیچ راهی نیست که من از راه زمینی برم، کاش اصلا نمیرفت، نه با هواپیما میرفت نه به راه زمینی، ولی متاسفانه رفت. ولی وکیل مدافع او که از طرف حکومت تعیین شده است اون گفته است الحمدلله سلامتیش خوب است، ولی خواهر او گلدسته خواجه و گفته است که اگر او سلامت می بود من از کجا یک خلطه هر هفته یک خلطه دارو میبرم برای اون. چرا حکومت از نگذاشت که یعنی وکیلان مدافع که حقایقت ها رو میگوید به اون بازداشت شده حزب نهضت تامین شوند با این یعنی ادوکات های مستقیم؟ خب دیگر شما تصور کنید که یکی از اون ادوکات هایی که واقعیت رو گفت از زبان سید عمر حسینی امروز جاش کجاست؟ امروز در کنار سید عمر حسینی در بازداشت قرار دارد اونا. بله.
دیگر ادوکات ها هم همچنین هیچ کس جرأتی این چیزها رو ندارند. همون ادوکات دیگری هم که دارند، ظرفا رحمانی و اینو سید عمر حسینی تازه گرفتن، راستی یا اسمش هم یادم رفت یک خانومی هست، اونم اصلا درست است که به نام ادوکاتی بگیم اینها دانسته میشه، ولی همه چیزش با اونهاست. مثل هر چی که همون مفتش و کارمندان حکومتی میگن، از اون قدم بیرون نمیرود، همه چیز از نام یعنی گبدرا هستن. بله، ولی دیگر یک ادوکاتیش درسته که مثلا مثل بزرگ مهری، غیور، جسور، شهرت، قدرت، بله، مثل شهرت، مثل فخرالدین، مثل حتی خودی ظرفا، مثل نورالدین محکم، مثل اینو اگر یک ادوکاتی باشد که مثلا واقعیت ها را بگوید، دیگر متاسفانه این فشارها، این سرنوشت های تلخ نه تنها به این بیچاره های ادوکات ها انتظار است، حتی اونهایی که خویشاوندانی که از این بازداشت شده ها بعدی صحبت ها بعضی خبرها را بردن، اونها هم فعلا ممنوع هستن از زیارت اونها. یکی همین خواهر گلدسته، خواهر خانم ظرفا میگوید که یک بار ملاقات کردن و بعد اون دیگر او را اجازه نمیدهند که ملاقات کند. یعنی خواهری که یعنی در فکر اون است، میخواهد مشکلات اون را حل بکند، ولی متاسفانه میگوید که من دیگر من را اجازه نداده است و خودی ادوکاتی ظرفا، ادوکاتی تعیین شده از طرف حکومت به روی خواهر ظرفا گفته است که نمیدونم اونجا قانون‌های هست که سبب چی است، ولی به خاطر اینکه شما واقعا ادوکاتی حقی نیستین، به خاطر اینکه شما ادوکاتی حکومت هستین، اون مقامات چیزی بگوید شما همون رو میگویید، شما اون حقیقت رو نمیگویید. اون حقیقتی که بیچاره کی گفت بزرگ مهریاروف یا شهرت قدرت یا نورالدین محکم یا اینها نتیجهشون معلوم شد و اون بستگانی بازداشت شده هم که صحبت میکنن اونها هم محروم از ملاقات با دوستان یا که نزدیکانی بازداشت شده شون میشن. رهبر اگنتی خبر دیگر این است که رهبر اگنتی گفته است که از روی اهالی منصبداران بیشتر از بدخشانند. ماشاءالله در روپوش کردنی یعنی کمبودهای خود ماهر هستند. رئیس اگنتی خدمت دولتی تاجیکستان گفته است که از روی اهالی اگر حساب کنیم منصبداران بدخشان بیشتر هستند، ولی واقعیت دیگر چیز رو میگوید. اون اگر وزیرها را حساب کنیم چند وزیر از کجا است؟ ببین اونهایی که یعنی میخواهند که با حقیقت رو افتوب را با دامن بپوشونند. این چیزی هست که معلوم است که در اونجا نپاتیزم، یعنی خشته باربازی، این رشوت خوری، پول دادن در برابر منصب خیلی زیاد است و همه قریب پیشتر میگفتن که یک منطقه کلا بود، حال رسید است دنغره و دنغره موضوع شده است به یک اویله و به یک گروهی خوردی نزدیک به رئیس جمهور و اینی که درست است. شاید در بعضی موردها بعضی مثلا از دایره محدودی محل شاید بعضی یک کمی بیرون برایند، اون هم با راه‌های خویش و تباری، بله، مثلا با داماد و که نمیدونم خدا و این وای از راه‌های دیگر، بله، مثل جناب علی مردان و مثل دامادها، خواهر دادن عروس‌ها یا چیزایی، ولی واقعا خوب اون چی که عیان است حاجت به بیان، ولی حتی اونهایی که از دیگر محل هستن نفوذی کم دارد. بله معلوم است. یعنی حتی رئیس پارلمان و از نخست وزیر، اونهایی که از دیگر مناطق هستن میبینیم که واقعا نفوذی ندارن، نفوذی بسیار کمی دارن که متاسفانه کشور ما با چنین محلگرایی یا که ناحیه گرایی، خشته بربازی مشهور است و این واقعیت تلخی تاجیکستان است و این مزخرفات رهبر اگنتی خدمت دولتی را هیچ کس باورم نمی کند، زیرا اونها شما هر چیزی بگید مردم با چشم خود میبینند. خوب میشد که همین جناب جمعه دولت یک لیستی از حداقل از همین چیزی حکومت، بله،
یک لیست کارمندان حکومت رو با منطقه هاشون پیشنهاد میکرد. حداقل وزیرها، بله همین دیگر وزیر و نمیدونم رئیس کمیته و همینا رو معاون هاشون با اینا یک لیست بیارین با مردم پیشنهاد کنید. مردم باور میکنن آسان خیلی خوب، دیگر مجبور نیستید اثبات کنید. بله راه اثباتش این است تمام. بله مثلا بانک ها، رهبری بانک ها، کمیته ها، وزارت ها، اگنتی نمیدونم معاون هاشون همینا رو بیارین، سفارت ها، سفیران مثلا خیلی خوب بیارین معرفی کنید به مردم نشون بدین. ولی البته خیش تباریشون هم اثبات بیان کرده شود. ولی شاید یک منطقه بسیار یعنی حاصلی بیشتر داشته باشد اونجا. بله مثل منطقه دنغره که اونجا اگر از مشکل آب یعنی اذیت میکشید ولی در دیگر چیز اون مشکل ندارد. میدونید یک چیزی خیلی عجیب به یادم اومد. در یک روز از کلاب با تاکسی می اومدیم به طرف دوشنبه. بله. وقتی در راه می اومدیم بعد وقتی در دنغره میایم، در دنغره خر خیلی زیاد است. بله. خوب وقتی در دنغره رسیدیم من گفتم این خر چرا اینجا اینقدر زیاد است؟ حیران شدم. خب همین سوال در ذهنم اومد، ناخودآگاه مطرح کردم در داخل تاکسی. گفتم چرا اینقدر اینجا خر زیاد است؟ یکی از اون راننده تاکسی بود و خیلی شوخ بود، جوانم بود. وقتی که صحبت میکردیم همینجوری به یگون چیز گشت گفت شما نمیدونی یکه؟ گفتم چرا نمیدونم. گفت او صاحبش همش وزیر شدن رفتن خرام موندن. واقعا این چیزی بود که در راه من از یک راننده تاکسی شنیدم. خیلی برام عجیب بود. یعنی این واقعیت دیگر برای مردم تا این حد رسیده است. ولی جمعه خان غیاس معاون اول رئیس کمیته دین تاجیکستان میگوید که یعنی صدها جوان باز برای تحصیل غیر قانونی دینی به خارج رفتن. یعنی اونها کوشش کرده بودن آوردن. پس اینجا مسئول باید کی باشد؟ اونها همه چیز هم میخواهند که بر سر ملت بزنن. ملت این طور است، ملت پول نمیسپارد، پول برقرار نمیسد، ملت این خیلی است، مردم نمیسپارند، مردم میروند، فرزنداشون نگاه نمیکنند. چرا شما یک بار مقامدارایی که سبب چنین میشوند یک بار پرسید که چرا صدها جوان شما بازگردوندید آوردید به تاجیکستان و امروز اونها به هر راه دیگر باز میگردن میروند؟ نه اصلا باید ببینیم که مثلا وقتی که شما اونها رو آوردید با جای کار تامین کرده، با مکان درس، با تحصیل فرا گرفته، در دانشگاه جا داده. و شما وقتی یک جوان میاد در دانشگاه نه علم درس میگیرد، نه شرایط زندگیش میرسد که اونجا تحصیل کند. خب یک جایی که میدوند که اونجا میتوند حداقل علم بگیرد، حداقل مجبور نیست که مثلا برای نمیدونم خوراک روزانش غیر از درسش مثلا عربه کشی کند یا که یک کار دیگر کند، باید بشینه درسش بخواند. میرود دنبال درسش. بیاین واقعا بیاین این دیگر هم روحای بستن و ممنوع کردن و اینها دیگر فایده ندارد. بله، باید فکر چاره دیگر باشه. ببین رئیس کمیته دین میگوید که از دانشجویان برگشته 66 نفرشون دست به جنایت زدن. یعنی اونها محبوس شدن. بله. وقتی که شما از اونها دعوت میکنید، رئیس جمهور دعوت میکند که شما با کشور بیایید، اونها داوطلبانه میخزن میآیند، شما باز اونها رو مورد فشار قرار میدید و اونها رو میخواهید میبرید به زندان و دیگر اونها باز منتظر باشن که شما بیاید اونها رو بگیرید زندان برید. دیگر دنیا پیشرفته است، نشد از طریق از تاجیکستان نشد میراد از روسیه از دیگر جا شما بسته نمیتونید. یگانه راه این است که شما اون درس هایی که در حجره ها بود در وقتی شوروی بود اون باید آزادتر باشد. آزاد باشد. اینکه رسمی بگذارید در نزد مسجدها درس های دینی شروع شوند. مردم بگذارید روحانی معروف در نزد مسجدها آشکار رسمی مشغول درس گفتن، مشغول تعلیم باشند. شاید بتونید که با این راهها نیاز دیگر همون کاری که آلمان کرد. آلمان به خاطر اینکه بچه‌های مسلمانی که در اونجا زاده شدن در خود آلمان، از اینکه گفت که میروند این زاده های با بیرون از آلمان و از هر جا فکرهای ارخیله میگیرن، بگذار ما همین دانشگاه ها و این چیزها را نیازی ما اونها رو در اینجا برآورد بکنیم. اونها وقتی برآورده کردن واقعا چی موفق بود. و حزب نهضت اسلامی هم در وقتی که چند سال پیش همین پیشنهاد کرد که شما در جای بستنی مدرسه ها مسجد ها اینها رو آزاد بکنید، اونها دیگر نیازی بر رفتن به دیگر کشورها نیستن و فریب و دیگر
فریب فکرهای افراطی اینها نمیشن. درست است. دیگر خبر این است که اسفندیار اردن، روزنامه‌نگار مشهور تاجیک، در صفحه فیسبوکیش از انتخاب محصلان برای تحصیل در خارج اظهار نگرانی کرده است. یعنی از اون بورسه هایی که تقدیم می شود، انتخاب داوطلبانی که برای تحصیل به خارج ایصال می شوند، از اون سخت انتقاد کرده و گفته است که او از حرفای وزیر معارف در این موضوع انتقاد نموده. نوشته است: تاج نیوز از قول وزیر معارف نوشته که پارسال 4,500 نفر با بورسیه برای تحصیل به 30 کشور جهان سفر کردند. اما یک چرا از وزیر نپرسید که کی برای انتخاب داوطلبان آزمون برگزار شد؟ یعنی کی آزمون کردید که این 4,500 تاجیک بس بیرون رفت؟ یعنی فقط اونهایی که با پول بروند یا که اونجا آزمون بکنید و چی باشه؟ چی گونه کسان برای تحصیل به خارج می روند؟ پولی که برای تحصیل آنها دولت می دهد پول مالیات دهندگان است. اما چرا سیستم انتخاب و ارسال دانشجویان به کشورهای خارج شفاف نیست؟ بله، میگه چرا در نشریه ها و رسانه ها آگاهی نمی دهند و چرا نتایج آزمون ها را هم اعلان نمی کنند؟ بله، این وزیر میگوید که آخه شما میگوید که در یک سال 4,500 تاجیک رو فرستادید. همه شکایت میکنن. معلوم است که اونها از راه رشوه، پولدهی این کوته ها را میخرند و میروند. و اگر شما میخواهید که این واقعا هم این بورسیه ها از حساب بودجه کشور میرود، باید این شفاف باشد. نه تنها خشتبار یا آنهایی که پول دارند، هر کسی که سزاواری چنین بورسیه ها هستند باید اونها چنین شرایط مهیا شود. مثل که در کشورهای هندوستان دیگر کشورها هست که آزمون ها هستند، شفاف هستند و هر کسی که در اون آزمون موفق کامیاب شد میرود از این چی استفاده میکند. آخرین خبری که در اینجا هست، شوخیانه خبرگزاری پیام گفته است که کار ژورنالیستان آسان‌تر شد، تنها مقام رئیس جمهور نیم صفحه است. یعنی با شوخی میگوید که امروز وقتی که اگر یک خبر ژورنالیست نوشته کنه درباره امام علی رحمان، می‌نویسد که امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پدر ملت، سرفرمانده کشتارهای حربی امام علی رحمان و ادامه می‌دهد. و چند چیز دیگر هم اضافه نشده است که رهبر تاجیکان جهان، رهبر تاجیکان فلان. بله. برادران گرامی و بینندگان عزیز، این بود برنامه بازشگب. تا دیدار بعدی، خداحافظ.